یه مطلب خیلی مهم در مورد بچه‌ها اونایی هستن که توی گوشاشون جرم تولید میکنه. جرم یا واکس گوش یا ترشحاتی که تو دهانه گوش جمع میشه، معمولاً طیف رنگی از زرد کمرنگ داره تا قهوه‌ای تیره. این جرم یه واکنش طبیعی گوش هستش، پوستی هستش که در اثر غددی که داخل کانال خارجی گوش هست این جرم رو تولید میکنه. به لحاظ چیزای این حالت محافظتی داره، باعث نرم شدن کانال گوش میشه. حتی معتقد هستن که یه نوع خاصیت آنتیبیوتیکی داره که مثلا حشره چیزی وارد نشه، چون گاهی موقع اتفاقی اگر چشیده باشنش خیلی هم تلخه. مسئله این هستش که این جرم یه مسئله طبیعیه، منتها در بعضی از بچه‌ها این خیلی زیاد تولید میشه و این هم زمینه ژنتیکی داره. این در حقیقت بیماری نیست، اما اگر خیلی تولید بشه به طوری که کانال گوش رو مسدود کنه و باعث این بشه که پرده گوش رو نشه با معاینه دید، حتما باید اون رو به روش‌های خاصی خارجش کرد. این در اصل بیماری محسوب نمیشه، منتها یه عادتی من بین مریضا دیدم هستش که میگن آی دکتر اینو اگر بشوریم عادت نمیکنه. من براشون مثال میزنم، میگم آی محترم، خانم محترم، شما اگه یک بار برید استحمام کنید عادت میکنید هر بار برید استحمام؟ نه، گوش وقتی چرب شد باید تمیز بشه. حالا ممکنه سالی 3 بار تمیز بشه، ممکنه 10 سال 1 بار تمیز بشه. بنابراین این خاطرتون باشه.